بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، همراهان همیشگی برنامه سفره دل. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمتهاش. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر فرصت عمر. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر توفیقاتش در زندگی، در دنیا، در طول مدت چند سال عمر گذرای انسان. ما انسان ها در دنیا از روزی که به دنیا میایم تا روزی که از دنیا میریم در فراز و نشیب این مسیر پرپیچ و خم آزمایش های زیادی متوجه ماست. دنیا محل امتحان، محل آزمایش برای ما. هر روزی که به دنیا میایم، هر کدوم از ماها از روزی که به دنیا میایم و هر روزی رو که سپری میکنیم این گونه است که با یک مسئله، با یک مشکلی، با یک دغدغه‌ای، با یک رنجش خاطری، با یک اضطرابی، با یک نگرانی، با یک مسئله گریبانگیریم، درگیریم بر حسب موقعیت زمانی، مکانی و یا افراد مختلف. این وضعیت متفاوت خواهد بود، اما یک مسئله که همه ما با اون درگیریم و همه ما اتفاق نظر داریم در وجودش اینه که هر انسانی در زندگی هر روز امتحان داره. هر روز یک روز امتحانه و اگر دقیق تر بشیم هر لحظه و هر برخورد ما یک امتحانه. هر موضوعگیری ما، هر حرکت و عملی که انجام میدیم یک امتحانه برای ما و باید امتحان پس بدیم. دنیا محل آزمایشه. از این آزمایش شاید زیاد خوشمون نیاد، از این تعبیرات، از این کلمات که دنیا محل آزمایشه. به قول بعضی ها دنیا محل شادیه، دنیا محل تفریحه، دنیا همین چند صباح عمر بیشتر نیست و باید لذت برد و باید عشق و صفا کرد، باید زندگی کرد، باید غنیمت شمرد. چی آدم بیاد بشینه و فقط هی غم بخوره و قصه بخوره و این چند روز ارزش غم خوردن و قصه خوردن رو نداره. یه عده‌ای هم اینطوری فکر میکنن نسبت به دنیا، اما یک حقیقتی رو که نمیشه انکارش کرد و هیچ کسی در دنیا نمیتونه انکارش بکنه اینو که یک روزی ناگهان بانگ برآرند که خواجه مرد و عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد. یک روزی این ندا داده خواهد شد و میبینیم هر روز دوربر خودمون یا عزیزانی که از جمع ما خارج میشن رو دیدیم که چگونه رفتند و ما ماندیم و نه که ماندیم، ما مقداری فرصت رفتن ما بیشتر بوده و هنوز منتظریم تا کی بریم. چه عزیزانی که از جمع ما، از خانواده ما، از دوستان ما، از ما جدا شدند و رفتند و یا افرادی که در گذر از کوچه و خیابان‌های اطراف خودمون میشنویم و میبینیم که فلانی رفت و فلانی مرد. اگر خودمون رو بگذاریم به جای اون شخص، اگر خودمون رو در مکان اون قرار بدیم، اگر جای خبری از وفات کسی دیدیم به جای عکس اون عکس خود رو بگذاریم، به جای نام اون نام خودمون رو داشته باشیم، اگر رو کنیم به سمت دیگری از حیاتمون و زندگیمون، اگر یک نگاهی بیاندازیم به جلوتر، بهتر میتونیم با این مسائل، درگیریات و مشغله های زندگی خودمون کنار بیاییم. ما در زندگی خودمون
همه یک فرصتی داریم، یک زمانی در اختیار ماست که این زمان رو باید سپری بکنیم و امتحان بدیم تا برسیم به اون لحظه‌ای که امتحان ما به پایان میرسه و برگه امتحان رو از زیر دست ما در میارن و میگن برو، و میریم بیرون و منتظریم تا ببینیم که نتیجه امتحان ما چی شد. نتیجه امتحان ما مسیر آینده ما رو مشخص خواهد کرد که آیا نتیجه این امتحان به نفع ما بود و یا به ضرر ما. اگه امتحان خوبی داده باشیم، اون موقع بعد از اون فرصت‌های خیلی خوبی به دست ما میاد، جاهای خیلی خوبی گیر ما میاد، میتونیم که خیلی جاها بریم، جاهایی که دوست داریم و اونجا مشارکت بکنیم و موفق باشیم. این قانون دنیاست، قانونی که همه ما بهش معترفیم. اگر در امتحان خوب بودیم، بعدش هم فرصت‌های خوبی داریم. اگر در امتحان بد بودیم، اون موقع دیگه بعد از اون نباید انتظار داشته باشیم تا فرصت‌های خوبی نصیب ما بشه. چیکار کنیم که در این امتحان موفق باشیم؟ چطور میتونیم در این امتحان ما موفق باشیم؟ اول باید ببینیم که این امتحانات، هدف از این امتحان اصلا چیه؟ ما به چی میخوایم برسیم؟ در دنیا انسان‌ها آزمایش میشن. همه ما آزمایش میشیم. بعضی وقتا میشنویم میگیم فلانی الله تعالی اون رو مبتلا کرد به یک مصیبتی، آدم بدی بود، حقش بود، عذاب خداست، اومد سرش، نتیجه دعای فلانی بر علیهش، این گرفتار شد، این اونطور شد، این اینطور شد. چرا فلانی اینطوری نمیشه؟ چرا فلانی اینطور نمیشه؟ اگر در خلال آیات قرآن مجید بیایم بررسی بکنیم که امتحان‌ها و آزمایش‌های الهی چند دسته هستن، می‌بینیم که اینها به چند بخش تقسیم میشن. یکی از این آزمایش‌هایی است که همه انسان‌ها رو الله تعالی در راه ایمانشون آزمایش میکنه که ببینه آیا واقعا اینها ایمان دارن به آخرت، به قیامت، به خدا یا ندارن، یا اون کسانی که ادعای ایمان میکنن آیا واقعا باور دارن یا نه فقط به ارث بردن از پدر و مادرشون و به زبون یک چیزایی رو میگن و عرف جامعه است دیگه، همه این چیزا رو میگن، این هم میگه. اینها همون امتحاناتی هستن که الله تعالی اینها رو برای اثبات ایمان و صداقت ایمان انسانها به اونها نصیب میکنه. دسته بعدی امتحانهایی هستن که به خاطر بخشش گناهان ماست و ما به وسیله این امتحانها الله تعالی گناهان ما رو میبخشه و میامرزه. و دسته سوم هم گناهانی هستن که، یا به تعبیری دقیق‌تر آزمایشاتی هستن که دسته سوم آزمایشاتی است که ما رو بالا میبره و انسانها رو بالا میبره. در همه این امتحانات یک موضوع بسیار مهمه، موضوعی که میخوایم در برنامه امروز به همراه شما عزیزان درباره‌اش صحبت بکنیم و موضوع صبر و استقامت و پایداری. صبر به معنای ایستادگی، صبر به معنای استقامت، صبر به معنای رمز موفقیت در این امتحان. صبر صفت بسیار مهمی است که در قرآن کریم به اون بسیار تأکید شده و بسیار اشاره شده. رمز موفقیت و کلید پیروزی در امتحان دنیاست. صبر در هر سختی، در هر مشکلی، در هر مصیبتی، در هر راهی. بیش از 103 بار در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده. موضوع صبر موضوع مهمیه، موضوعیه که باید درباره‌اش صحبت بکنیم. این صبر چی هست؟ چه انواعی داره و چه کسانی صابرن؟ چه فایده‌ای داره اصلا برای ما؟ چرا باید صبر بکنیم؟ و ما اگر صبر کردیم بر اون چیزایی که گفته میشه چی گیره ما میاد؟ چه فایده‌ای میکنیم؟ چه سودی میبریم؟ انشاءالله در برنامه امروز به همراه شما عزیزان بعد از یک میان برنامه کوتاه در موضوع صبر و انواع و اقسامش و صفات صابرین و در موضوع فواید صبر برای ما در زندگی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
امثال حق گامی در راستای بیداری. تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. صلى الله عليه وسلم. با عرض سلام مجدد میخوایم خدمت شما عزیزان در موضوع صبر صحبت بکنیم. صبر کنید انشاءالله، استقامت کنید تا آخر برنامه که بتونیم درباره موضوع صبر با هم دیگه صحبتی داشته باشیم و درد دلی داشته باشیم. آیا دوست داری که الله تعالی تو رو دوست داشته باشه؟ کسی نیست که در پاسخ به این سوال بگه نه. محبت الله تعالی و محبت بقیه انسان ها خیلی فرق میکنه. ما میدونیم که وقتی که انسانی رو دوست داره، واقعا از صمیم قلب دوست داره و از اعماق وجود دوست داره، هر کاری بخواد برای اون انجام میده. هر کاری که از دستش بر بیاد برای اون انجام میده. در مقابل خواسته های اون این نه نمیگه. اما یک مشکلی وجود داره. در محبت یک انسان دیگه، انسان ها هر چقدر هم که به هم محبت داشته باشن، حق محبت رو در خیلی از موارد نمیتونن ادا بکنن. چرا که دوست دارن انجام بدن کاری رو، یکی از خواسته های محبوب رو برآورده بکنن، اما توانایی اون رو ندارن، نمیتونن. دوست داره برای اون هدیه بگیره، نمیتونه، تواناییش رو نداره. دوست داره برای اون کاری بکنه، از قدرتش خارجه. دوست داره مشکلی از مشکلاتش رو حل بکنه، نمیکشه، زورش، توانش و حیطه اختیاراتش محدوده. اما وقتی که الله تعالی بنده رو دوست داره، محبت الله تعالی، اون وقتی که برای الله تعالی این چیزا معنایی نداره. محدود بودن اختیارات، ناتوانی، نتوانستن، ضعف، فقر، اینها هیچ کدوم برای الله تعالی معنا پیدا نمیکنه. اگر الله تعالی بنده رو دوست داشت، اون موقع رابطه بین عزیز، بین قوی، بین مقتدر، بین غنی، بی‌نیاز، ثروتمند، بین مالک آسمان ها و زمین، بین پادشاه عالم و این بنده که اون رو الله تعالی دوست داره، خیلی این رابطه متفاوته. این محبت و این دوستی با اون دوستی یک انسان با انسان دیگه خیلی فرق میکنه. از مهمترین مسائلی که در رابطه محبت الله تعالی با بنده مهم هست که دقت بکنیم اینه که
الله تعالی وقتی بنده رو دوست داشت اون رو توجه خاص بهش میکنه، به همراه اون هست، اون رو نصرت میکنه، اون رو یاری میکنه، اون رو کمک میکنه، اون رو تنها نمیگذاره، اون رو در مشکلات ول نمیکنه، اون رو ضایع نمیکنه، اون رو از بین نمیبره. این انسان یه پشتوانه خیلی قوی داره، خیلی محکم داره. الله تعالی باشه. الله تعالی اون رو دوست داره. وقتی اون رو دوست داشت مشکل گشای اون هست. وقتی اون رو دوست داشت به خواستهای اون توجه میشه، خیر اون رو میخواد، اون رو موفق میکنه، اون رو سرافراز میکنه، اون رو خوشنام میکنه، اون رو یاری میکنه، اون رو نصرت میکنه، اون رو سعادتمندش میکنه. این محبت الله تعالی است. حال آیا کسی هست که بخواد الله تعالی اون رو دوست داشته باشه؟ و وقتی که الله تعالی دوست داشته باشه یعنی عزیزترین ذات عالم اون رو دوست داره، یعنی پادشاه عالم اون رو دوست داره، یعنی زیباترین زیبای عالم اون رو دوست داره، یعنی قدرتمندترین اون رو دوست داره. هممون دوست داره. یکی از کارهایی که به ما بسیار کمک میکنه تا محبوب الله تعالی بشیم و الله تعالی ما رو دوست داشته باشه مقوله صبر، استقامت کردن، تحمل کردن، ایستادگی، میدون رو خالی نکردن، فرار نکردن، جزع و فزع نکردن. والله یحب الصابرین. الله تعالی میفهمد که من صابران رو دوست دارم. من اون کسانی که صبر میکنن رو میخوام، دوستشون دارم. یحب الصابرین، اینها رو دوست داره. الله اینها رو دوست داره. اینها محبوب الله تعالی، اینها دوستان خاص الله تعالی، اینها معیت الله تعالی رو دارن. ان الله مع الصابرین. معیت و همراهی خاص الله تعالی با ایناست. ما در قرآن کریم وقتی که صحبت از معیت میشه دو معیت داریم. یکی معیت مراقبت الله تعالی است که مراقب بر تمام عالم. و هو معکم اینما کنتم. او با شما هر کجا که باشید، با علمش، با قدرتش بر همه ذره ذره عالم احاطه داره و مراقبت میکنه اونها رو. اما یک معیت خاص داریم ما باز. این همراهی ویژه و خاصه، این یک رابطه خاصه، این یک سفارش خاصه، این یک کانال خاصه بین الله تعالی و یک بنده. این معیت نوع دوم معیت نصرت و همراهی و یاریه. این معیت برای یک عده خاصیه، برای همه نیست. این صابرین جزء این گروه دوم هستند، جزء گروه اول که همه موجودات عالم هستند. گروه دوم، این گروه خاص، صابرین جزء اینا. ان الله مع الصابرین. صابرین رو دوست داره، به همراه اونام هست. کسی رو که الله تعالی دوست داشته باشه و همراهش هم باشه دیگه چی میخواد؟ هر کی که دوست داره محبت الله تعالی رو داشته باشه، معیت الله تعالی رو داشته باشه، آقا خلاصه بگیم هر کسی که دوست داره زندگیش قشنگ بشه، سعادتمند بشه، لذت ببره از زندگیش در تمامی شرایط زندگی، یک راه داره. این شخص بیاد از جمله صابرین بشه. این شخص صبر کردن رو یاد بگیره، صبر کنه در زندگیش. به همین سادگی. آیا به همین راحتی میشه محبت الله تعالی و معیت الله تعالی رو کسب کرد؟ بله، الله تعالی فرموده که والله یحب الصابرین. الله صابرین رو دوست داره و ان الله مع الصابرین. الله تعالی با صابرین هست. حالا اگر کسی میخواد این رابطه قشنگ رو، این رابطه زیبا رو، این رابطه حب و محبوبی رو، این رابطه دوستی رو با الله تعالی داشته باشه، محبوب الله تعالی بشه، عزیز الله تعالی بشه، دوست داشتنی الله تعالی بشه، صبر کنه. یعنی چی صبر کنه؟ یعنی نفسش رو از جزع و فزع کنترل کنه. یعنی این زبانش رو کنترل کنه که حرفی نزنه که الله تعالی رو ناراض بکنه. یعنی بدنش رو، اعضای وجودش رو کنترل بکنه از این که کاری نکنن که الله تعالی رو ناراحت بکنه.
خشم الله تعالی رو نگیره برای خودش. وقتی که الله تعالی دستوری داد که این کار رو بکن، بره انجام بده. الله تعالی میفرماید که برو نماز بخون. بره نماز بخونه. سخت نماز خوندن، از خواب بلند شدن، در نیمه سحر بلند بشه انسان، در اوج شیرینی خواب، در شبهای سرد زمستان انسان از زیر پتو و لحاف دلش نمیخواد بیاد بیرون اصلا. حالا بیاد بیرون و بعد باز بره وضو بگیره. خیلی جاها آب گرم هم شاید پیدا نشه، بخواد بره وضو بگیره با آب سرد. بعد این سرما رو تحمل میکنه. بعد اونجایی که مسجد هست بلند شه بره مسجد در هوای سرد. این انسان کار آسونی نیست، سخته براش. باید صبر بکنه. اینجا باید صبر بکنه. صبر بر چی؟ صبر بر انجام عبادت، صبر بر انجام طاعت، اون چیزی که الله تعالی بهش دستور داده. سخته، بله سخته. چون سخته انجامش قشنگه. چون انجام دادن این کار سخته، دوستی تو ثابت میکنی، محبت تو ثابت میکنی به الله تعالی. چون ثابت میکنی بهش که میخوایش، دوستش داری، به خاطر اون تحمل میکنی. بیدار شدن از خواب رو، وضو گرفتن رو، حرکت کردن رو، وقت گذاشتن رو. روزه بگیر، کار میکنی، هوا گرمه، گرسنت میشه، تشنه میشی، عرق میریزی، یک قطره یک مولکول آب توی زبونت پیدا نمیشه، میچسبه به سقف دهانت، زبونت، از حال میری، ضعیف میشی. بله، صبر کن، تحملش کن. نمیمیری که، نمیمیری، نگران نباش، نمیمیری. اون چیزی که خدا ازت میخواد، الله تعالی ازت میخواد، خارج از تاب و توان نیست. اگر واقعا به این حد رسیدی که احساس میکنی میافتی میمیری، مریضی خاصی داری، معافیه، نیازی نیست که بری روزه بگیری. اما وقتی که میتونی روزه بگیری، بگیر، تشنه باش تا خدا ببینه لب تشنه تو رو، تا ببینه معده خالی تو رو، تا ببینه تحمل مشکلات و سختی های تو رو، تا ثابت کنی که هستی، تا ثابت بکنی که بنده خوبی هستی برای الله تعالی. استقامت کن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم دیگه آزمایش نمیشن؟ تو که گفتی ایمان آوردی، با زبون که همه میگن. دوست داشتن زبانی رو ما انسان ها، من و تو هم قبول نداریم. یکی میاد پیشت میگه که فلانی من تو رو خیلی میخوام، مثلا عاشقتم، کشت مردتم، اصلا دیونتم، اصلا خلاصه کنم من میخوامت، نبینمت روز من سیاه میشه، انقدر تو رو دوست دارم که اصلا نگو نپرس. اگه نظامی خبر میشد از محبت من به تو، به جای لیلی و مجنون اسم من و تو رو میگذاشت. خب خدا خیرت بده، دستت در نکن. طرفم بگه منم تو رو دوست دارم. بعد همین آقا، همین شخص وقتی که ازش چیزی خواسته میشه، محبوبش ازش چیزی بخواد و این انجام نده، میدونه که اون از این کار بدش میاد اما این انجام میده. میدونه که اون کار فلان چیز فلان کار رو اون دوست داره اما این انجام نمیده و نمیخواد. نه به خواسته اون احترام میذاره، نه به ناخواسته های اون ارزشی قائله، نه به رفتارش، نه به برخوردش، نه به عهد و پیمانش، نه به قرارش. خب 100 تا پیام قربانت شوم و فدایت شوم و بی تو هرگز و با تو بابام نمیذاره و از این مسائل هم بفرسته، کی قبول میکنه؟ اینو کی قبول میکنه؟ آیا ما انسان ها خودمون بین خودمون، سوای این که حالا نوع رابطه ما کاری حکم نمیخوایم بکنیم رو نوع رابطه درست یا نادرست بودنش رو، اما عرف انسانی ما، اما اون احساسات انسانی ما، آیا این رابطه رو، این ادعای محبت رو میپذیره؟ وقتی که عمل با ادعا کاملا فرق میکنه.
گفتن آسونه، اما صبر کردن بر انجام عمل اینه که ثابت میکنه که فقط این طرف ادعا نمیکنه، بلکه این محبت رفته توی خونه دلش جا پیدا کرده، واقعا دوست داره، واقعا ثابت میکنه. خواهر من ازت خواسته شده که حجاب بکن. خدا به شما زیبایی داده، خدا بیشترش کن. تو فامیل، تو خاندان، توی کوچه محله کسی از شما زیباتر و خوشگلتر نیست، خدا 2 برابرش کن. اما از شما میخواد وقتی که میری بیرون زیبایی های خودت رو کنترل کن، در معرض نمایش دیگران نگذاری، دیگران رو به فتنه نندازی. تو خیابون که میری مواظب باشی، چشمهایی هستن که مریضن. وقتی صحبت میکنی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. صداتو نازک نکن، اشوه‌گری نکن، ناز و کرشمه نیا. قلبایی هستن مریضن، اونا رو شما بدترش میکنی. از شما اینو خواسته. خب حالا اگه من این قشنگی و زیبایی رو بیرون نشون ندم، به کی نشون بدم؟ فلانی نگاه چقدر زشته، نصف زیبایی من رو هم نداره، تو خیابون که میره چه لباسایی میپوشه، چه عطرایی میزنه، چه آرایشایی میکنه، چه قیافه‌ای میگیره، سر نفر این بر انگشت نگاه ما میشه نگاش میکنن، اون بر نگاش میکنن، عکساشو تو صفحش گذاشته و نمیدونم عکس اینو گذاشته و عکس اون. خب این یک وسوسه درونیه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره تا آخر آیه. اینا چیزایی که زینت داده شده برای انسان. الان یک نیرو و وسوسه درونی داره انسان رو تحریک میکنه در برابر اون امر الهی. اینجا باید انتخاب کنی، اینجا باید صبر کنی. هی تحریک میشی، باید صبر کنی، باید استقامت کنی، باید نشون بدی که میخوای الله رو، باید نشون بدی که برای تو بیشتر از چشم دیگران در خیابون بصیرت الله تعالی مهمه. باید نشون بدی که الله تعالی رو بیشتر میخوای. باید ثابت کنی که برای تو مورد توجه بودن الله تعالی، برای تو مورد توجه بودن فرشتگان الهی خیلی مهمتره تا چند تا چشم شهوتران. باید ثابت کنی، باید صبر کنی، باید تحمل کنی، باید استقامت بکنی در برابر این وسوسه درونی. این صبر بر چیه؟ این نوع صبر بر عبادت هاست. یک عبادتی رو الله تعالی از ما خواسته باید انجام بدیم. نماز، روزه است، حجاب، زکات، پرداختن به حقوق دیگران، احترام به والدین، برای پدر و مادرت باید خدمت بکنی. این یه وظیفه است. مادر مریضه، پدر مریضه، همسر مریضه، بچه و طفل مریضن. من هر روز شب خواب نداشته باشم، روز از کار خسته برمیگردم خونه، بشینم اینو تر خوش کنم، اونو کنترل کنم، اینو برم دکتر، اونو بیارم، اینو بلند کنم، اونو بنشونم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، نیاز به صبر داره. باید تحمل کنی. حرف تون میشنوی، تحمل کن. خسته میشی، تحمل کن. مشکلات میبینی، تحمل کن. چرا؟ چون داری عبادت میکنی. بی انصافیه اگه انسان به خاطر به دست آوردن چند درهم و دینار و ریال و دلار همه چی رو تحمل میکنه. فوش اینو، فوش اونو، اهانت اینو، خستگی کارو، بیدار شدن از صبح از خواب و نخوردن و نیاشامیدن و سفر و بار و درگیری و جلسه و خرید و صف و همین رو تحمل میکن. چرا؟ چون میخواد به یک نوایی برسه، چون میخواد یک پولی بگیره. اما انتظار داشته باشه که در امر دین همینجا نشسته باشه دیگه، فقط من توی شناسنامه اسم من هست حضرت
آقازاده سید فلانی فلانی مسلمان زاده. بعد انتظار داشته باشه که همینجوری روز قیامت هم دو دستی بره بهشت و روز و دستم وقتی که بلند میکنه کارم که نمیکنه، به عبادت ها صبر و حوصله هم نداره، انجامم نده. بعد وقتی که دستم بلند میکنه به سمت آسمان، همونجا میخواد که در جا جواب بیاد، مستقیم آسمون دهن وا کنه، این هر چی خواسته بیفته جلوش، تا اگرم اینطور نشد دیگه دهن باز میکنه، هر چی از دهنش در اومد میگه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. آیا گمان کردید که میرید به بهشت همینطور مفت در حالی که به شما نرسیده آنچه که با امتهای قبل از شما رسید، چنان مشکلات روحی و جسمی و اضطرابات و نگرانی ها به سراغ اونها اومد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. پیامبر امتشون و افرادی که باش بودن گفتن این یاری الله تعالی کی میرسه؟ الا ان نصر الله قریب. صبر کنید که نصر الله تعالی، پیروزی الله تعالی نزدیک است. صبر در عبادت ها، این اولین نوع صبره. برای کسی که میخواد عزیز الله تعالی بشه، برای کسی که میخواد محبوب الله تعالی بشه، برای کسی که میخواد وقت روی زمین قدم میگذاره ذره ذره عالم اینو دوست داشته باشن، اون سنگهای داخل آسفالت هم این رو دوست داشته باشن، پرندگان آسمان براش دعا کنن، درختانی که از کنار اینها گذر میشه از خوشحالی در پوستشون نگنجن، زمین زیر پا آرزو بکنه که کی این میاد در آغوش من. فرشتگان آسمان براش دعا کنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که الله تعالی بنده ای رو دوست داشته باشه، نادى جبرائیل امین رو صدا میکنه، فرشته‌ای که 600 بال داره که اگر 2 بالش رو باز بکنه شرق تا غرب کره زمین رو پر میکنه به فرموده رسول صلی الله علیه و سلم. جبرائیل رو صدا میکنه الله متعال و بهش میگه جبرائیل من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم. این یه رابطه است، این یک احساسه، این یک محبته، این یک دنیا عاطفه است بین خالق عالم و یک بنده. یه انسانی که در روی کره زمین، اگر از آسمان به کره زمین نگاه کنیم، همین کره ماهی که همسایه خودمونه، اونایی که رفتن و ماهوارهایی که الان ما در فضا داریم که عکس کره زمین رو برای ما میاره به اندازه یک توپ انقدری، داخل این نگاه کنیم این انسان رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ اصلا به چشم نمیاد که چی، با تلسکوپ هم شاید اینو ما نتونیم از کره ما پیداش بکنیم، تو خونش، تو حیات تو خونش هم ایستاده باشه. در کل منظومه شمسی چه جایی داره؟ در کهکشان راه شیری کجاست؟ در آسمان ها این کجاست؟ در مقابل عظمت عرش الهی کجاست؟ در برابر خالق این جایی از اعراب نداره، اما در جسمش خیلی ضعیفه، در عظمت مکانتش خیلی بزرگه. الله تعالی به جبرئیل میفهمد اینو من دوست دارم، اونو دوست داشته باش. بعد جبرائیل امین در اهل آسمان صدا میکنه که الله فلانی فرزند فلانی رو دوست داره، مواظب باشید، اینو دوست داشته باشین. و بعد اونها میان در زمین، به هر آن چیزی که در زمین میگن که فلانی رو الله، فلانی فرزند فلانی رو الله دوست داره، دوست داشته باشید. اینا کسایی که میخوان اینطوری بشن باید در انجام عبادت ها صبر کنن. سختی داره، مشکلات داره، بله داره. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. انجام عبادت ها، این یک. انواع صبر. 2، الله تعالی یه چیزایی رو امر کرده انجام بدیم، چشم انجام میدیم. سخته، به خاطر تو مولای ما، آقای ما، سردار ما، محبوب ما، عزیز ما، انجام میدیم. یک چیزهایی رو الله تعالی خواسته که انجام ندیم. این موضوع دوم کمتر از موضوع اول نیست.
یک سری مواردی هست که الله تعالی از ما خواسته که انجام ندیم. اون چیزی که ممنوعه، هر آن چیزی که در تعبیدی به نام حرام داخله، از خوردنی ها، از پوشیدنی ها، از گفتن ها، از انجام دادن ها، از معاشرات، از معاملات، همه این مواردی که در دایره حرام داخل هست رو الله تعالی از ما خواسته این کار رو نکنیم. الله تعالی از ما خواسته که اینو انجام ندیم. یک نیروی درونی به اسم نفس ما رو تحریک میکنه که اینو انجام بده. ان النفس لاماره بالسوء. یک نفسی که ما اسم اون رو میذاریم نفس اماره، هی امر میکنه، هی تشویق میکنه. نیروی درونی خودجوشه، یک نیروی منفی است، ما رو از درون تحریک میکنه. یک خواسته های جسمانی ما رو تشویق میکنه به خوردن چیزهایی که دوست داریم اما اجازه استفاده از اون رو نداریم. یک غرایز جسمی ما رو به سمت یک سری خط قرمزهایی میکشونه که الله تعالی ما رو منع کرده. یک سری لذت هایی است که ما اجازه نداریم در خارج از اون محدوده‌ای که برای ما تعیین شده اون رو تجربه کنیم. اما از اون جایی که نفس ما رو تشویق میکنه و شیطان هم از بیرون ما رو تشویق میکنه، دو تا دشمن درونی و خارجی، ما متمایل میشیم به سمت اینها. اینجا دیگه باید جلوش بیستیم، ایستادگی کنیم، استقامت کنیم، جلوش وایستیم، نگران نشیم، مضطرب نشیم، خودمون از دست ندیم. اینکه در درون یک شبهه، یک وسوسه، یک طلبی ایجاد میشه، تا اینجا ما ملامت نمیشیم، چون کار دشمنه، دست من تو نیست، نمیتونیم کنترلش کنیم، میاد از درون. اینکه تیری از سمت دشمن به سمت من و تو شلیک شد، شلیک میشه دیگه، کارش همینه که باید شلیک بکنم. اما شما یک سپر باید جوری خودت بگیری، نباید بگذاری بخوره بهت. جلوش وایستا، ایستادگی کن، استقامت کن، سپر صبر رو بگیر، نگذار بیاد، نگذار بهت برخورد کنه، نگذار زخمیت کنه، نگذار ضربه بزنه به روح و روانت، نگذار که روح و روان تو رو زخمی کنه. و اگر اینها ادامه پیدا کرد، این زخمها زیاد شد، اون موقع هلاک میشی، از بین میری، از بین میری. خیلی از موارد هستن که ما نیاز به صبر داریم. یک کار حرامی رو انجام دادیم یا خدای نکرده داریم انجام میدیم و هر وقت که میخوایم توبه بکنیم، اون احساس درونی، اون لذت درونی نمیگذاره، هی تشویق میکنه، هی میریم. یک نیروی قوی نیاز داریم، یک عزم راسخ نیاز داریم، بایستیم جلوش، صبر کنیم. یک تجدید پیمان میخوایم با یک نیروی بزرگی به اسم صبر. آقا من از امشب، من از امروز، من از همین الان تصمیم گرفتم جلوی این فعل حرام، این معصیت وایستم، دیگه تکرارش نمی کنم، چون میخوام الله تعالی منو دوست داشته باشه، چون میخوام وقتی که راه میرم روی زمین احساس شادی کنم، چون میخوام آزاد شم، چون میخوام از وجودم لذت ببرم، چون میخوام محبوب الله تعالی بشم، چون میخوام یه مهره مفید بشم، چون میخوام مورد توجه کائنات باشم، نمیخوام یک چیز اضافی باشم که هیچ نیازی به من نباشه در آسمان ها و زمین. میخوام به خودم شخصیت قائل بشم، میخوام خودم رو بها بدم، میخوام ارزشمند بشم، نمیخوام با چند دلار و چند ریال خودم رو بفروشم، شخصیت خودم رو، ناموس خودم رو، حیای خودم رو، عفت خودم رو، شخصیت و ایمان و اعتقاد و باور خودم رو. نمیخوام خودم رو مفت بفروشم تو این بازار، نمیخوام بازیچه دست این و اون بشم.
تصمیم میگیرم زندگی جدیدی شروع کنم. میخوام شخصیت پیدا کنم، میخوام ارزش پیدا کنم، میخوام برم بالا، میخوام با اهل آسمون باشم، میخوام جسمم روی زمین باشه، روحم در آسمان ها پرواز کنه. وقتی که این دنیا محل آزمایشه و باید این امتحان رو پس بدم و مجبورم که این امتحان رو بدم، الان سر جلسه امتحان هستم، به همین خاطر تلاش میکنم بهترین جوابها رو بدم، چون میخوام نمره خوبی بگیرم، چون میخوام موفق باشم، چون میخوام فردا پرونده اعمالم رو دستم بگیرم افتخار کنم. ها امقرؤ کتابیه، بیاید پرونده منو ببینید، بیاید کارنامه منو ببینید که چه نمراتی گرفتم. نمیخوام سرم پایین باشه، از شرمندگی و خجالت روم نشه که دوربری ها بیان بگن نمرات تو به ما نشون نمیدی. کاش فقط به همینجا تموم میشد مسئله. کاش فقط همین شرمندگی کارنامه بود. تازه شروع میشه مشکلات و مصیبت ها بعد از. صبر در انجام عبادت ها، صبر در انجام ندادن معصیت ها، این مورد دوم. عبادت های از ما خواسته شده باید در انجام اونها صبر کنیم. خط سرخ هایی هست که نباید از اینها گذر کنیم، باید یک ترمزی داشته باشیم به اسم صبر که تا اونجا رسیدیم، تا این دره و پرتگاه رسیدیم، تابلو گذاشتن خطر سقوط، نزدیک نشوید. باید پای خود رو روی این پدال ترمز فشار بدیم، بایستیم، وگرنه خودمون رو در دره هلاکت می اندازیم. صبر بر انجام عبادت ها، صبر بر انجام ندادن معصیت، نوع دوم صبر. خب الان من در زندگی خودم دوست داشتنی هایی دارم، نعمت هایی را الله تعالی به من داده که بنا به مصلحتی، به خاطر اینکه اقتضای دنیا این گونه است، به خاطر اینکه من رو آزمایش بکنه در این میدان که محل آزمایش ماست، یک نعمت رو از من گرفت. این نعمت یا در وجود شخص بنده است یا متعلق به منه، از مناصب، از نعمت‌های دیگر، یا آن عزیزانی که با من در ارتباطن رو از من میگیره. عزیزی از دنیا میره، در بدن خودم دچار ضعف و مریضی و بیماری میشم و یا نقص عضو، موقعیتی داشته شخص از اون گرفته میشه، مال من نیست، یک اتفاقاتی میفته و الان دیگه اون ثروت و دارایی نیست، زیبایی هایی بوده که بر اساس یک بیماری و مریضی و یا یک حادثه و اتفاق نازیبا میشه. اینا همش آزمایشه. این آزمایش ها اتفاق میفته و هیچ انسانی در زندگی نیست که این آزمایش ها به شکل های مختلف به سراغش نیاد. حتی اون کسانی که ما فکر میکنیم در دنیا بیشتر از هر کس دیگری ثروت دارند و شاید آرزو میکنیم که به جای اون باشیم و شاید به مانند کسانی که قارون رو دیدند و گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش به ما هم داده میشد به مانند آنچه که به قارون داده شد. اون قارونی که الله تعالی میفهمد برای حمل کلید خزانه های گنج های اون نیاز به یک لشکر بود. شاید ما این گونه تصور بکنیم همونها هم وقتی که عزیزی از اونها رو الله تعالی بخواد بگیره هیچ کاری نمیتونن بکنن. همونها هم حوادث و اتفاقاتی برای اونها میفته که در زندگی به یک باره از عرش به فرش میرسن و یا اینکه به جای سوار شدن بر
سواری های آنچنانی بر چرخ ویلچری سوار میشند و تا آخر عمر فلج میمانند. این آزمایشات برای همه هست. وظیفه من صابر، اگر صابر باشم، اگر بخوام محبت الله تعالی رو داشته باشم، در این جریانات و آزمایشات چیه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف. یقینا، قطعا، حتما، 3 تا تاکید داره این تعبیر در آیه 155 سوره مبارکه بقره. حتما ای انسان ها، قطعا، بدون شک. یعنی این یک قانونه، یعنی این طبیعت دنیاست، یعنی این باید باشه. تنها تو هم نیستی، تنها منم نیستم، همه انسان های روی زمین اینگونن. این طبیعت دنیاست، این طبیعت این امتحانه، این واقعیت زندگیه، این قانون حیاته. ولنبلونکم، قطعا، حتما، یقینا، همه شما رو من الله با عظمت آزمایش میکنم. به شیء من الخوف، یا با یک چیزی از ترس. به شیء من الخوف، با یه ذره‌ای، با یه چیزایی از ترس. نه که همه ترس رو بیارم سراغ شما، ما طاقت اونو نداریم که الله تعالی بخواد با ترس‌های آنچنانی ما رو بیاره. اون چیزی که ما در زندگی ازش میترسیم یک ذره‌ای از ترس فقط. به شیء من الخوف، با یه چیزی از ترس. بعضی وقتا یک ترسی سراغ انسان میاد، ترس زوال نعمت، ترس دشمن، ترس شکست، ترس این، ترس اون، ترس های زیادی است. به شیء من الخوف و نقص من الاموال. مال در زندگیتون کم میشه. این که ما در زندگی گهگداری دوچار یک سری مشکلات اقتصادی میشیم، این طبیعت دنیاست. اینجا دیگه نباید بیایم بشینیم به سر کله خودمون بکوبیم، دهن باز بکنیم که من بدبختم، من بیچاره شدم، خدا کسی دیگری رو غیر از من ندید، اینطوره اونطوره، فلانی خوش به حالش، خاک بر سر من بدبختم، من در به درم، من بیچاره‌ام، من. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. این تیکش جا افتاد. ترس، گرسنگی. انسان گرسنگی میاد سراغش. الله تعالی میگه من شما را آزمایش میکنم. این گرسنگی ها پیش میاد. قرار نیست که انسان همیشه لقمه چرب و نرم بخوره. بعضی وقتا میبینی که سر سفره انسان تا 2-3 روز پیش غذاهای رنگین بود، الان یه تیکه نون خشک گذاشته شده که یک تیکه پنیری کنارش پیدا شد، نشد، یک لیوان چایی هست یا نیست. حالا چی شده مگه؟ زمین به زبان میچسبه دیگه، حالا شروع بکن به این طرف و به اون طرف و به شرق و به غرب و به آسمون و به زمین و به هر دور بر هر چی انسان دهنش در اومد گفت که امروز سفره رنگین نیست. این یک آزمایشه. وقتی برگه امتحان رو سر جلسه امتحان جلوی من و شما میگذارن، اگر سوالش یک کمی سخت تر بود، بعد شروع بکنیم همونجا فوش بدیم به کسی که معلم این ماده درسی بوده و اون کسی که ناظر این امتحانه و اون کسی که سوالو تایپ کرده و اون کسی که ورقه رو کپی گرفته و چاپ کرده و گذاشته جلوی ما و هر کسی که دور بر ماست همینجوری فقط فوش بدیم. نه آقا، امتحانه. شما یک ادعایی کردی، خودت ادعا کردی، شما اومدی گفتی آقا من این درس رو خوندم، الان میخوام ثابت بکنم که این رو یاد گرفتم و نمره قبولی گرفتم و بعد به من نمره قبولی بدید تا بعدا من یه چیزای مدرکی بگیرم. شما خودت اومدی، خودت گفتی. الان وقتی گفتی باید ثابت کنی که راست گفتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن همین که گفتن ما ایمان آوردیم دیگه رها میشن، ول میشن؟ نه خیر. شما اومدی گفتی من سر این کلاس دانش آموز این کلاسم، باید امتحان بدی. فلیعلمن الله الذین صدقوا، تا الله تعالی ثابت بکنه کسانی رو که راست میگن. ولیعلمن الکاذبین، و دروغگویان رو مشخص بکنه تا ثابت بشه شما خوندی این درس رو. آقا
نمره قبولی میخوای بدون اینکه امتحان بدیم، کارنامه پیروزی میخوای بدون اینکه درس خونده باشی، امتحانی پس داده باشی، زحمتی کشیده باشی. زهی خیال باطل. این که نشد. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، جوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، نقص در مال و دارایی. شما تاجر ثروتمندی بودی، شما در مغازه خودت مالهای زیادی داشتی، شما تا دیروز وضعیت زندگیت به نحوی بود که ماهانه چقدر درآمد داشتی، شما تا دیروز کاخنشین بودی، شما تا دیروز وضعیت اقتصادیت خوب بود، نمیگم خیلی خوب بود، خوب بود، اما الان یک کمی وضعیت اقتصادی شما دچار مشکل شد. خب الان باید چیکار کرد؟ الان باید صبر کرد. این آزمایش الهیه، میخواد ببینه تو چیکار میکنی. چند مرده حلاجی، همون آدم دیروزی هستی یا نه؟ تو خدا رو، تو اون کسی رو که ادعای محبتش رو داشتی، اون کسی رو که میگفتی دوست دارم، به خاطر مال میخواستی؟ فقط به خاطر میخواستی که پول بهت بده؟ یا نه اونو به خاطر خودش میخوای؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. چهارمین مورد. و همچنین نقص در جانها، مریض میشی میفتی. و الثمرات، و همچنین در محصولات زندگی. الله تعالی به شما چند تا فرزند داد، یکیش رو گرفت، دو تاش رو گرفت، سه تاش رو گرفت، همش رو گرفت، فقط به شما دختر داد، پسری بهت نداد. فقط به دختر داد، پسری نداد، یا پسر داد دختری نداد، یا اصلا هیچ کدوم رو نداد. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. برکی بخواد دختر میده، برکی بخواد پسر میده، برکی بخواد دختر و پسر میده، یک کسی رو میاد عقیم میکنه. خب این یک آزمایش الهیه. چه نعمت فرزند که ثمره زندگی است، باشه یا اصلا نباشه، یا فقط یک صنفش باشه صنف دیگری نباشه، یا اینکه بود و رفت. این یک آزمایش، این یک امتحانه. الان اینجا باید صبر کنی، الان اینجا باید استقامت کنی، الان اینجا باید ایستادگی کنی، الان اینجا باید که از خودت مردانگی نشون بدی. الان اینجا نباید فراموش بکنی که تو کی بودی، کی هستی، چی میگفتی و الان چی باید بگی. نشه که یک بار زیپ دهان باز بشه و این زیپ دهانت رو باز کنی و هر آن چیزی که دلت خواست بگی. نشه که شروع بکنی به جزع و فزع کردن و به سر و کله خودت بزنی و موهای خودت رو بکنی و ناشکری بکنی و خدا فقط بچه منو دید، خدا فقط نمیدونم دختر منو دید، خدا فقط پسر منو دید، خدا به فلانی این همه داده، به من که این همه نماز میخونم از اون بهترم چرا به من نداده، خدا چرا به ما فرزند نمیده، مگه ما چه گناهی کردیم؟ بعضی انقدر گستاخ میشن و انقدر اعتماد به نفس کاذب برای اونها به وجود اومده که خود رو یک پیغمبری فرض میکنه انگار. مگه من چه گناهی کرده بودم که خدا این کار رو با من کرد؟ یعنی انگار که شما معصوم بودی دیگه. یعنی چه گناهی کردی؟ یعنی هیچ گناهی تو پرونده من نبوده. اینها اون چیزاییه که ما رو از دایره صبر میبره بیرون. روز رسول صلی الله علیه و سلم بر جمعی گذر میکردن که خانمی اونجا بود و فرزند از ایشون فوت کرده بود. بهش فرمودن که صبر کن، توکل کن به الله تعالی و اجر پاداشش رو میبینی. اون گفت نشناخت رسول صلی الله علیه و سلم. گفت برو از کنار من دور شو.
تو اگر جای من می بودی این حرف رو نمی زدی. تو چه میدونی که من چی میکشم؟ خیلی از ماها شاید این حرف رو در مصیبت ها زده باشیم. بعد مردم بهش گفتن که میدونی کی بود؟ پیامبر بود. چون اینطوری صحبت کرده؟ گفت والله من نمیدونستم، معذرت میخوام، پشیمان شدم. رفت و بعدن گفت یا رسول الله من اشتباه کردم، ببخشید، نشناختم شما رو، معذرت میخوام، دیگه صبر میکنم و تحمل میکنم. حضرت فرمود صبر همون لحظه صدمه اولیه که باید صبر بکنی. الان دیگه باید، وقتی که انسان مصیبت اومد باید صبر بکنه. بعضی میگن خب دیگه 3-4 روز خوب گریه میکنه، فوش میده، به سر کله میزنه، به اینو به اونو به اینو به اون. میدونم سخته، قبول دارم، مشکلش تحمل از دست دادن عزیزان مشکل بزرگی است، سخت، آزمایش سختیه، پاره جیگر آدم ازش جدا بشه، عزیزی، پدری، مادری، خواهری، برادری، همسری، فرزندی، دورتر نزدیکتر، اینها تحملش آسان نیست، اما آزمایشه. ما چه صبر بکنیم چه صبر نکنیم این آزمایش گذر میکنه، میره، تموم میشه جریانش. و این بار سنگین آزمایش بر دوش ما گذاشته شد، به زمین میشین، یک روزی آرام میشه همه چی. و هنر در اینه که در همون لحظه انسان صبر بکنه. حضرت فرمود که صبر در همون لحظه اولیه که شما باید صبر بکنید. نه که انسان هر وقتی که مشکلی پیش اومد، هرچی از دهنش در اومد در مصیبت ها، در ابتلاعات الله تعالی ناشکری بکنه، بگه هرچی از دهنش در اومد کفران نعمت بکنه، اهانت بکنه، ملامت بکنه، گله بکنه از ولی نعمت خودش، از الله تعالی، و بعد بیاد بگه خب من حالا بعد از یک مدتی که خوب دل خودش خالی کرد، خسته شد، الان دیگه نایی نداره برای ادامه دادن، میگه خب من صبر میکنم، خسته نباشید. صبر نکنی میخوای چیکار بکنی بعد از این؟ دیگه چی مونده بود که نگفتی شما؟ صبر در عبادت ها، صبر بر انجام ندادن معصیت و صبر در مصیبت. این 3 مدل، 3 نوع انواع صبرن. کسانی که در عبادت ها انجامش صبر میکنن و کسانی که برای کسب رضایت الله تعالی در برابر خطهای سرخ، در برابر گناهان ایستادگی میکنن و کسانی که بر مصیبت ها صبر میکنن، و بشر الصابرین، بشارت بده اینها رو. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بشارت بدون کسانی رو که وقتی به اونها مصیبتی میرسه میگن ما از الله تعالی هستیم و به سوی او باز میگردیم. نعمتی رو داد، گرفت، امانتی رو پیش ما گذاشت، امانتش رو پس گرفت. و میدونن که این مسیر امتحان، سر جلسه امتحان انسان هیچ وقت زیاد به این چیزا فکر نمیکنه. جام خوب نیست، غذا بهم ندادن، آب ندادن، شکلاتی ندادن، میزه کج بود، نمیدونم هواش اینطور بود، میزش خوشگل نبود، نمیدونم در دیوارش اینطوری بود. آزمایش دیگه، امتحان دیگه. درس امتحان یعنی همین. قرار نیست که انسان بره اونجا بشینه داخل هتل مبل بیارن زیر پاش بگذارن تا بعد امتحان جواب بده. جلسه امتحانه میره، امتحانش میده و علاقش تعبیری میره و بعدش مشخص میشه که چند مرده حلاج بود. اینها انواع صبره. و بحب الصحب والآل من القلب. در چه زمینه‌های انسان باید صبوری بکند، کجا نیاز داره، این دیگه استثناء نداره. ما در همه لحظات زندگیمون نیاز به صبر داریم. اینه که پیغمبر فرمودن علیه السلام انسان مؤمن، البته بعد از ایمان و اسلامش، انسان مؤمن هیچ بخششی و هیچ نعمتی از جانب الله جل شأنه بهتر و برتر و عظیمتر از صبر به او داده نشده. کسی که خداوند بهش صبر و تحمل داده، منت و نعمت عظیمی خداوند بهش بخشیده و ارزانی داشته. چون در همه مراحل زندگیمون، برای کارمون، برای بارمون، برای زندگیمون، برای کوچکترین قضیه و گامی که برداریم نیاز به صبر داریم. از درس خوندن، از کار تلاش کردن،
از معاشرت با همدیگر در درون خونه، پدر و مادر و اولاد و فرزندا، زن، همسر، همه اینا نسبت به همدیگه تا صبر نداشته باشن نمیتونن معاشرت صحیح و یه زندگی موفقیت آمیز داشته باشن. نمیشه تا برسه با ارتباط انسان با همسایه، با مسلمون، با خیشاوند، تو جامعه، تو مسجد، حتی تو بازار که دیگه خدا میدونه چقدر انسان بایستی صبر و تحمل داشته باشه بین فروشنده و مشتری، بایستی با تحمل باشه انسان، صبوری بکند. حتی تو میدان ورزش، تو گردشگاه و تفریحگاه، به مسافرت رفتن، در همه ابعاد زندگی دنیوی ما نیاز به صبر داریم. شب و روز چیزی نیست که دیگه بگیم یه وقتی گهگاهی، نخیر. در مسائل دینی که دیگه مشخصه، در مسائل دینی، در مسائل عبادی، عبادت کردن، فکر نکنید که مسئله ساده است. تا انسان تحمل نداشته باشه نمیتونه بندگی خدا بکنه. ببینید پروردگار به رسولش علیه السلام میفرمایند فعبده واصطبر لعبادته. به پیغمبر امر میکنه علیه السلام فعبده، خدا رو بندگی بکن، رب السماوات والارض فعبده واصطبر لعبادته. پروردگار زمین و آسمان هاست الله جل شأنه، وی رو بندگی و عبادت بکن واصطبر لعبادته، و در برابر عبادت و بندگی که میکنید صبوری بکن. تا صبر نداشته باشید عبادت هم نمیتونید بکنید. و خیلی جالبه که پروردگار در این گونه موارد اصطبر رو بیان میکند. در جای دیگه وقتی امر به نماز میکنه، نماز یه بخش عظیمی از عبادت است. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. بازم امر به پیغمبر علیه السلام خانواده ات رو امر بکن به برگزاری نماز، که خود و اهلت نمازگزار باشند. واصطبر علیها. این نماز خوندنم همینطوری نیست، هر کی نمیتونه بخونه. واصطبر علیها، و بر نماز خوندن و بر پاداشتن نماز صبوری بکن. تا آدم حوصله نداشته باشه نمیتونه 5 وقت نماز بخونه. در شرایط گوناگون مشغولید، سرگرمید به مسائل گوناگون، کار، تجارت، خرید، فروش، نمیدونم بازی، سرگرمی، نشست، برخاست، مراسم، ابعاد گوناگون زندگی ما داریم. در همه شرایط وقت نماز خدا مشخص کرده، بایستی وضو بگیرید، برید به سوی مسجد، نمازتو برگزار بکنید با یک کیفیت خاصی، با شرایط خاصی. این حوصله میخواد. واصطبر علیها. و خداوند در هر دو جا نفرمود واصبر، فرمود واصطبر. فعبده واصطبر لعبادته و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. اصطبر و نه اصبر. ولی چرا؟ میدونید فرق بین اصبر چیه و استبر چیه؟ هر دو امر است، فرمان از جانب الله، امر به صبوری کردن، شکیبایی و تحمل، اما نه با لفظ اصبر یعنی صبر بکن، با لفظ استبر. استبر اونایی که خوندن از قواعد و دستور زبان عربی میدانن درش تکلف است، درش مشقت است. اصبر یعنی کسی که صبر و حوصله داره صبر میکنه. استبر در حالی که هم بی حوصله اید، چندان تحمل ندارید، اما خودت رو بزن به صبوری تا میتوانید پایداری و مقاومت بکن. استبر، دنبال باش به هر نحوی شده. لذا پیغمبر میفرمایند علیه السلام و من یتصبر یصبره الله. کسی که به هر نحوی تلاش بکند، مقاومت بکند، خودش رو بزند به صبوری و شکیبایی در حالی که دلش نمیخواد، در حالی که در درونش خشمگین است، در حالی که میخواد از کوره بیرون برود اما خیشتن رو کنترل میکند، رفته رفته با این ممارست و با این تمرین و این خیشتنداری خداوند وی رو صبور میکند. بالصحب والآل من القلب.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. ما امروز کارشناسی در برنامه نداشتیم دیگه. جناب استاد شیخ بزرگوارمون استاد رحیمی عزیز رو به عنوان کارشناس این برنامه قبول کنید. خلاصه که از صحبت‌های ما رو، هر آن چیزی که ما می‌خواستیم بگیم رو جناب استاد که بسیارشون رو دوست داریم و حتما شما عزیزان هم شیخ بزرگوار رو بسیار دوست دارید، خلاصه سخن رو گفتن. درباره این صبر زیبایی که داریم صحبت میکنیم، این صبری که مورد حب الله تعالی قرار میگیره انسان، اون صبر خوشگل به تعبیر خودمونی‌تر، آیا شکوه کردن، آیا پیش الله تعالی هم انسان بیاد و از آزمایشی که داره میشه، از مصیبتی که به اون رسیده سخنی بگه، آیا این منافی با صبر هست یا نه؟ سوالی که شاید به ذهن بسیاری از شما عزیزانم خطور کرده باشه. ما در مورد یعقوب علیه السلام در فراق یوسف، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وقتی که یوسف علیه السلام رو برادرانش آمدن و به دروغ گفتن، گرگ خورده، فرمود فصبر جمیل، من یک صبر خیلی زیبایی رو پیشه خواهم کرد، والله المستعان علی ما تصفون، و الله تعالی رو به فریاد خواهم خواند و اون کمک خواهد کرد به من بر آنچه که شما میگید. در آیه 18 سوره مبارکه یوسف الله تعالی میفرماید صبر یوسف صبر جمیلی بود، صبر یعقوب علیه السلام صبر زیبایی بود. باز در همین سوره در آیه 86 بعد از حدود 70 آیه الله متعال از زبان یعقوب علیه السلام که صاحب صبر جمیل خواند او رو در همین سوره، یعنی سوره یوسف، میفرماید که یعقوب علیه السلام فرمود که انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. در خطاب به برادران یوسف علیه السلام وقتی که دفعه بعد با بنیامین رفتن و باز بنیامین رو هم نیاوردن، این جمله رو فرمود که من شکوه میکنم به پیش الله تعالی، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، غم و اندوه خودم رو پیش الله تعالی میبرم. همین یعقوب علیه السلام که صاحب صبر جمیل بود، اینجا در آیه 86 الله تعالی میفرماید پیش الله تعالی شکوه کرد، گلایه کرد از غم و اندوه خودش، غم و درد خودش رو برد پیش الله تعالی و عرضه کرد. و باز درباره نمونه و اسوه صبر در قرآن کریم ایوب علیه السلام الله تعالی در سوره مبارکه صاد آیه 44 میفرماید که انا وجدناه صابرا، ما ایوب رو صابر یافتیم، نعم العبد، چه بنده خوبی بود، انه اواب، اون خیلی توبه میکرد، خیلی به محضر الله تعالی بخشش میطلبید. الله تعالی یک مدال افتخار عظیم میده به ایوب علیه السلام که فرمود انا وجدناه صابرا، ما در این امتحان زندگی ایوب رو صابر یافتیم، مرد بود، یک انسان صابر بود، نعم العبد، چه بنده خوبی بود. چه مدالی بالاتر از این که الله تعالی به بنده بگه نعم العبد، چه بنده خوبیه. انسان واقعا وقتی که میشنوه این تعبیر رو، سر و پای و وجود انسان میلرزه از احساس این آیه و این مدال افتخار که چقدر زیباست وقتی که به انسان گفته میشه نعم العبد، بنده خوبی بود، چه بنده خوبی بود. اینو الله تعالی میفرماید وقتی که در امتحان الله تعالی انقدر بنده موفق باشه که الله تعالی بیاد ازش تعریف کنه و تمجید کنه این انسان چقدر خوشبخته و چقدر انسانهای صابر خوشبختن. الله تعالی به ایوب علیه السلام فرمود نعم العبد، چه بنده خوبی بود. چرا بهش این رو گفت؟ در ابتدای آیه ذکر کرد ان وجدناه صابرا، من الله با عظمت اون رو صابر یافتم، صبور بود، چند سال مبتلا شد به بیماری، صبر کرد، خانواده از پیشش رفتن، فرزندانش رو از دست داد، ثروتش رو از دست داد. در پایان سوره مبارکه
انبیا از آیات 82 بعد ما وصف حال ایوب علیه السلام رو داریم. این بنده صبور بود، صفت صبر رو در وجود خودش آورد که الله تعالی فرمود نعم العبد، چه بنده خوبیه. و همه اون کسانی که صبورن در زندگی، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت دارند، اینها همین وصفشونه، نعم العبد. این مدال افتخار رو از الله تعالی میگیرن. نعم العبد، چه بنده خوبیه، چه بنده گلیه، چه نازنینیه این آدم، این آدمی که صابره. الله تعالی درباره این انسان نازنینی که اون رو میفرماد صابر یافتم، به مانند یعقوب علیه السلام که فرمود صبر جمیلی پیشه کرد، از زبان ایوب علیه السلام میفرماید که ندا کرد الله تعالی رو و فرمود انی و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر. بارالله، یک بیماری به من رسیده بعد از چند سال، و انت ارحم الراحمین، و تو به مهربانترین مهربانان هستی. الله تعالی هم مشکلش رو حل کرد و رفت. شکوه کردن به پیش الله تعالی عین عبادته و عین توحیده و عین صبره، که انسان به پیش الله تعالی از آنچه که به او میرسه شکوه بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر طائف بازگشت از طائف در منطقه قرن المنازل و قبل از اون در موضوع مسجد عداس، اونجا وقتی که محلی که فعلا به اسم مسجد عداس است و قبلا باغی بود، دست بلند کرد و دعا کرد اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی، من شکایت میبرم به پیش تو، گله میکنم از ضعف و ناتوانی خودم. خلاصه موضوع اینه که شکوه بردن به پیش الله تعالی این عین عبادت. گلایه کردن از آزمایش به پیش صاحب آزمایش الله متعال این هیچ مشکلی نداره و منافی با صبر نیست. اما شکوه کردن از الله تعالی این مصیبت و این گناه و این معصیت، شکوه به پیش الله تعالی هیچ اشکالی نداره. همونطوری که حضرت یعقوب انجام داد، همونجوری که حضرت ایوب انجام داد، با وجود مدح و ستایش بر صبر این بزرگواران در قرآن کریم. اما شکوه از الله تعالی به پیش دیگران این دیگه بی‌انصافیه، این دیگه به قول خودمونی تر نامردیه، این دیگه مرام رفاقت رعایت نکردنه، این دیگه با اون ادعای دوستی و محبت سازگار نیست. این دیگه این انسان دیگه خجالت بکشه، این انسان دیگه کله رو بندازه پایین و دیگه ادعا نکنه که من الله تعالی رو میخوام، من الله تعالی رو دوست ندارم. دوست از دوستش جای دیگه گله نمیکنه. دوست گله الله تعالی رو پیش بندهاش نمیبره. از فقیر از غنی پیش فقیر گله نمیکنه، از عزیز پیش ذلیل گله نمیکنه، از قدیر پیش ضعیف گله نمیکنه، از الله خالق پیش مخلوق گله نمیبره. نمیره پیش این بشینه که من اینطوری شدم، اینقدر به من مصیبت رسید، من بدبختم، من در بدرم، خدا فقط از من گرفت، خدا این کارو کرد، خدا اون کارو کرد. شکوه از الله تعالی به پیش بندگان الله تعالی مصیبته، معصیته، ناشکریه، ناصبریه، بی انصافیه، بی مهریه، نامردیه. بنده ادعای محبت الله تعالی رو داشته باشه و در آزمایش هایی که الله تعالی برای خود اون قرار داده، و اصلا تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسیار چیزایی هستن که دوست ندارید به نفع شماست، و اصلا تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه بسیار چیزایی هستن که دوست دارید به ضرر شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله تعالی میدونه شما نمیدونید. آنچه که حکیم، آنچه که عدل، مظهر عدل عالم الله تعالی، آنچه که رؤوف و رحیم، رحمان و رحیم، ارحم الراحمین برای یک بنده
تقدیر میزنه و رقم میزنه خیر اونه، خیرشو میخواد. قل لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. بگو به ما همون چیزی میرسه که الله تعالی برای ما رقم زده. او مولای ماست، آقای ماست، عزیز ماست، سردار ماست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. الله تعالی، مؤمنین بر الله تعالی توکل میکنن. شکوه از الله تعالی به پیش دیگران این منافی با صبره. کسی که میره پیش دیگران از الله تعالی گله میکنه، این انتظار نداشته باشه که الله تعالی اونو دوست داشته باشه. چرا؟ این صبر نیست، این منافی با صبره و الله تعالی صابرین رو دوست داره. والله یحب الصابرین. انا وجدناه صابرا نعم العبد. ما اونو صابر یافتیم. صبر کن در زندگی، در مشکلاتت. الله تعالی تو رو آزمایش کرد، صبر کن. نشون بده به الله تعالی که دوستش داری، که بنده صبوری هستی، که به رضای او راضی، که اختیار زندگی تو دادی به اون، که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. که عبادت‌های من، نماز من، عبادت‌های من، تمام زندگی من، مرگ و حیات من برای الله تعالی است. که من وجود خودم رو فدا میکنم برای الله تعالی تا ثابت بکنه اینو، تا الله تعالی تو رو قبول کنه، تا بخوادت. الله تعالی اخلاص میخواد. اخلاص میخواد در صبر. یکی از صفات صابرین اخلاص در صبر. صفات صابرین اخلاص. از دیگر صفات صابرین از الله تعالی پیش کسی شکوه نمیکنن، شکوه رو پیش خودش میبرن. فقط میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما از الله این پیش الله تعالی برمیگردیم. انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدا جان، ای معبود من، ای محبوب من، ای آقای من، ای سرور من، ای مولای من، یک مشکل مصیبتی من رسیده و اختیار عالم به دست توه. ارحم الراحمین هم خودتی. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به مانند یونس علیه السلام در تاریکی ها ندا میده. تاریکی ها، تاریکی شکم نهنگ، تاریکی عمق دریا، تاریکی شب، تاریکی پشت سر تاریکی، مشکل پشت سر مشکل. آزمایش به این بزرگی فقط پیش الله تعالی میاد گله میکنه. لا اله الا انت. هیچ فریاد رسی، هیچ خدای جز تو نیست. سبحانک، پاک و منزهی تو. انی کنت من الظالمین. من به خودم ظلم کردم، من سبب شدم، من بد بودم. بسیاری از ابتلاعات و مصیبت ها به خاطر اینه که ما برگردیم. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بسیار از مصیبت هایی که به شما میرسه به خاطر دست خود شماست. و یعفو عن کثیر. الله تعالی از خیلی از اونها هم گذر میکنه. خیلی از آزمایش ها در زندگی به خاطر اینه که ما گناهانمون بخشیده بشه، و بسیاری از آزمایش ها به خاطر اینه که ما اجر و پاداش ببریم. من روایت رو برای شما عزیزان بخونم از بخاری و مسلم. از بخاری و امام مسلم روایت رو از امام ابو هریره رفت کردن از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى شوكة يشاكها الا كفر الله تعالى بها خطاياه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ سختی به انسان مسلم نمیرسه، هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ مشکلاتی، سختی هایی، هیچ آزاری، حتی خاری به پای این انسان نمیخلد، فرو نمی رود، مگر این سبب میشه که الله تعالی به وسیله همین آزمایش و سختی و غم و اندوه کفر الله بها خطایا، به وسیله همین گناهان این انسان رو میبخشه. و رسول صلی الله علیه و سلم در سؤال سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه که از ایشون پرسید
یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، کدوم مردم بیشتر مبتلا میشن، بیشتر ابتلا میشن، بیشتر آزمایش میشن؟ فرمود الانبیاء، بیشترین آزمایش مال انبیاست. ثم الامثل فالامثل، بعد بهترین و بهترین. یبتلى الرجل على حسب دینه، هر انسانی به اندازه ایمانش آزمایش میشه. فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه، قوی بود آزمایشش هم قوی تره. یک مربی شاگردی رو به میدان امتحان میفرسته که روش حساب میکنه که امیدی داره به پیروزیش، نه اون که اون ته جدوله که مستقیم همونجا بره داخل رینگ بوکس ناکوت بشه دیگه 10-0 همونجا بیاد بیرون آبروی همه رو ببره. یبتلى الرجل على حسب دینه فإن كان دینه صلبا اشتد بلاؤه، و اگر ایمانش قوی باشه مشکلاتش، آزمایشاتش، ابتلاعاتش بیشتر میشه. و این کان فی دینه رقة ابتلی على حسب دینه، و اگر ضعیف باشه آزمایشاتش هم کمتر میشه. فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکه یمشی علی الارض ما علیه خطیئة، و این آزمایشات و سختی ها و مشکلات چنان در زندگی همراهش هست و هست و هست تا اینکه این انسان پا بر میداره، گام میزنه بر زمین و هیچ گناهی بر اون نیست. حتی یترکه یمشی علی الارض ما علیه خطیئة، پاک میشه. این روایت رو هم امام ترمذی حسن و صحیح دانستن و ذکر کردن. در دنیا آزمایشات با صبر به مقصد میرسه و هدف میرسه، و این صبر و آزمایشات به این شکل با این صفات انسان رو گناهان انسان رو میامرزه، محبوب الله تعالی میشه انسان، الله یحب الصابرین، معیت الله تعالی رو به دست میاره، ان الله مع الصابرین. و مهمتر از همه که از جمله معدود گروه هایی که الله تعالی فرموده من روز قیامت بدون حساب و کتاب اینا رو میبخشم میفرستم بهشت، صابرینن. در سوره زمر آیه 10 الله تعالی میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قطعا یقینا اجر و پاداش صابرین بدون حساب و کتاب به اینا داده میشه. اصلا اینا دیگه انقدر امتحانشون عالی بوده، اینا انقدر مردانگی از خودشون نشون دادن که در همون دنیا صفت نعم العبد گرفتن. چه بنده خوبی! نتیجه عبادت های اینها، نتیجه صبرشون رو در دنیا الله تعالی به اینها داد، مدال افتخار اونجا گرفتن دیگه. امتحان میخوان چیکار؟ کارنامه اینا مشخصه، آقا اینا رو بفرستید مستقیم برن بهشت. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، حساب کتاب نمیخواد. این هر روز زندگیش امتحانش موفق بود، این در لحظه لحظه زندگیش حسابش پاک بود. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینو پارتیشون خیلی کلفته پیش الله تعالی، نوازشون خیلی عالیه، اینا صابرن، اینا یک مدال افتخار دارن، صابرن، خیلی عزیزن اینا صبر کردن، تحمل کردن، اینا به خاطر اثبات حبشون به الله تعالی صبر کردن، کشته شدن، بر زیر زخم ها، شکنجه ها احد احد گفتن، تحمل کردن، گرسنگی تحمل کردن، تشنگی تحمل کردن، غربت تحمل کردن، هجرت تحمل کردن، تنهایی تحمل کردن، تهدید شدن، زندان شدن، کشته شدن، تحقیر شدن، اهانت شدن، طرد شدن، تنها موندن، بیکس موندن، اما به خاطر الله تعالی همه اینها رو تحمل کردن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن الله تعالی رب ماست، استقامت کردن در این راه، موحد ماندن. تتنزل علیهم الملائکه، اینا در دنیا الله تعالی میفرماید فرشتگانمو میفرستن پیش اینا، به اونا بگه الله تخافوا، نترسید، ولا تحزنوا، نگران نباشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، شما رو بشارت میدیم به اون بهشتی که به شما وعده داده شده بود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا از شما حمایت میکنیم، و فی الاخره، در آخرت هم با همراه شما هستیم.
ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، و در بهشت هر آنچه که اشتها کنید برای شما هست. ولکم فیها ما تدعون، هر چی بخواید براتون آماده است. نزلا من غفور رحیم، از جانب الله غفور رحیم اینها برای شما به عنوان یک استقبالی آماده شده. تازه اون مقدماتشه. این فقط شما فعلا یه دهنی تر کنید، یه لذتی ببرید، فعلا یه آسایشی، خستگی راه رو درک کنید. اون نعمت‌های اصلی که به جای خودش محفوظه در سوره مبارکه فصلت آیه 35. این نتیجه صبره. در سوره مبارکه رعد آیه 23 و 24 الله تعالی درباره این عده می‌فرماید که اینها کسانی که صابرن، خودشون و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینها خودشون وارد بهشت میشن، پدر و مادرانشون، همسرانشون، فرزندانشون، اینایی که مسلمون بودن. اگه میخوای در قیامت خانواده‌تو، فرزندانتو، پدر و مادرتو با خودت داشته باشی، به شرط مسلمان بودن و موحد بودنشون صابر باش. الله تعالی اینا رو همه رو میاره به جمع میکنه باهات. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان هم از هر راهی میان به جمع شما و خانواده شما میگن سلام علیکم، درود بر شما، سلام علیکم طبتم، خوش اومدید. امروز این نعمت به شما داده شده بما صبرتم، به خاطر اون چه که صبر کردید. فنعم عقبت دار، چه جایگاه خوبی است. وقتمون به تمام رسید و موضوع رو اگه بخوایم ادامه بدیم جا برای صحبت کردن بسیار زیاد است و همینقدر اکتفا میکنیم. امیدواریم که الله تعالی به من و شما توفیق بده تا صابر باشیم، صبر کنیم، تا محبوب الله تعالی بشیم، تا دنیا و آخرتمون آباد بشه، تا الله تعالی به ما بگه نعم العبد انه وجدناه صابرا نعم العبد، ما فلانی رو صابر یافتیم، چه بنده خوبی. از این بیشتر چی میخوایم؟ ممنون که صبوری کردید تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. تشکر خاص از احمد جان، فرید و منیر احمد و عزیزان دیگر کنترل. و در پایان از همه شما عزیزان التماس دعا برای خود، همکاران و تمام امت اسلامی و علی خصوص کسانی که از امت از دنیا رفتن. الله تعالی همه گذشتگان ما و شما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. الله یار و نگهدارش.